سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشید. از اونجا که میدونید من ویدیوامو بدون ادیت میذارم و دلیلش هم اینه که خب من نمیخوام ویدیوهام بدون نقص باشه، چون که وقتی شما ویدیویی میبینید که بدون نقص فکر میکنید که اون طرف مقابل میتونه همونطوری حرف بزنه، اونقدر رسا، اونقدر خوب و فن بیانش خوبه، در صورتی که اون وسطهاش شاید خیلی توپق زده، شاید وسطش منومن کرده، یادش شده چی داشته میگفته و خب ادیتش زده. ولی من این ویدیوهایی که بدون ادیت میگیرم دلیلش اینه که میخوام بدونید هیچ چیزی تو این دنیا بدون نقص نیست. هیچ چیزی. شما برای من یه چیز رو پیدا کنید که بدون نقص باشه. حتی حیوانات، حتی موجودات، همه چیز نقصایی داره و خب ما باید اینو بپذیریم. بگذاریم میخوام وارد موضوعی که میخوام صحبت کنم بشم. خب امروز من برام یه اتفاق افتاد، اتفاق که نه، مثلا یک پیش آمد روزانه روتین. امروز تو مدرسه یکی از بچه ها به یه سری دلایلی اومد منو کوچیک کرد جلو بقیه و سرزنش کرد. سرزنش نمیتونم بگم، همون کوچیک شدن، همون مسخره کردن، حتی با شوخی این کارو کرد و خب با شوخی منو جلو بقیه مسخره کرد، یک تیکه انداخت، یه حرفی زد. بعد منم اونجا خب خندیدم باهاش، چون شوخی بود و با خنده گفت، منم خب خندیدم. ولی بعد اگه من بخوام احساساتم رو به یک سری سیم‌هایی تشبیه کنم، یک سری مثلا 100 تا سیم احساسای من، فکر کنین احساس من 100 تا سیمه و وقتی که ناراحت میشم، خوشحالم، یکی از این سیما جرقه میزنه، یکی از این سیما خب ازش عبور میکنه، برق جرقه میزنه، روشن میشه. من یکی از سیمای وجودم یکم لرزید، یکم به جنب و جوش افتاد، اینجوری شد و خب یعنی همونجا با اینکه ظاهرم نشون میداد که داشتم میخندیدم، در واقع همونجا این اتفاق برام افتاد. و ببینید من خیلی ویدیوهای انگیزشی دیدم، کتابای انگیزشی خوندم و میدونم که یک واقعیتی از این همه کتابا و ویدیوهایی که دیدم یاد گرفتن اینه که هیچ کس نمیتونه باعث بشه که شما ناراحت بشید. این شمایید که باعث ناراحتی خودتون میشید. یعنی چی؟ مثلا یکی به شما بدی میکنه، یه فوشی میده، یه حرفی میزنه، این شمایید که مسئول این هستید که آیا ناراحت بشی با حرفش یا نه، برات مهم نباشه. این که برات مهم نباشه، مثلا اونجا من بگم خب دلش کن، محلا برات مهم نباشه، به درک که این حرف رو زد، خب خیلی کار پشتشه. این که برات مهم نباشه یک حرفه که ما میزنیم، ولی در عمل خیلی کارایی باید بکنیم، نه؟ این قضیه به درک گفتنم میخواستم بهتون بگم که خیلی حرف قشنگی به درک به نظر من. البته میخواستم بگم این به درک رو به کسی نگید، فقط برای خودتون داشته باشید. فقط هیچ وقت به کسی نگین وقتی یک حرفی بهتون میزنه یا احساسش رو بهتون میگه، نگین به درک. ولی وقتی خودتون یه اتفاقی میفته
خیلی جاها بگین این کلمه رو، حتی اگه دلتونم نخواد بگین. همین که به زبون بیارید ذهنتون میره دنبال یه سری موضوع دیگه، از اون موضوع میکشه کنار و خب واقعا کم کم براتون حرفای بقیه، ناسزاهای بقیه، مسخره کردنایش با شوخی دوستاتون تو مدرسه دور هم جمع شدین و خب مثلا 2-3 نفر میریزن بالا سرتون، منظورم اینه که باهاتون با شوخی مسخرهتون میکنن و با هم میخندن و تو هم تو اون جمع داری میخندی باهاشون. ولی خب به نظر من اینطور دوستا نمیدونم چی بگم. میدونید من خودم خب از این دوستا دارم و هنوز هم باهاشون قطع ارتباط نکردم و هنوزم باهاشون در ارتباطم و در واقع خودم هم یکی از اون افراد بودم، ولی الان سعی کردم از اون افرادی که مسخره میکرد، الان سعی کردم که نه، ولی خب این کار رو نکردم که بقیه که منو مسخره کردن اصلا نرو تو جمعشون، رابطه با اینا حذف کن. هنوز هیچ تلاشی برای این موضوع نکردم. ما خب تو مدرسه اکیپی هستیم که خب هر چند ماه یک بار اتفاقایی میفته و با هم قهر میکنیم به دلایل مسخره ها. شاید بخندید اگه بهتون بگم این مثلا دلایل مسخره که دوستان میتونن با هم قهر کنن بعدم توی ویدیو بهتون میگم، ولی من هنوز با این افرادی که مسخره میکنن با شوخی در ارتباطم. خب راستش رو بخواین نمیدونم باید چی کار کنم، واقعا بین دو راهی گیر کردم، ولی میدونم که باید قطع ارتباط کنم باهاشون. اما اینکه چجوری، چون من 3 سال باهاشون کلا با همینم و خب دوست صمیمی دوستم، من با همه بچه‌ها دوستم، یعنی یه طوریم که وقتی یه جایی میرم کلا دوست میشم با بقیه، ولی با اینا صمیمیم یعنی. ولی خب میخوام سعی کنم که واقعا دوستیمو با اینا قطع کنم، حتی اگه شده به معنای تنها بودن در مدرسه، اصلا برام مهم نیست دیگه. و شما هم همینطوری باشید و انجام بدید. داشتم میگفتم و اومد منو مسخره کرد و من یه لحظه که از سیم‌های احساساتم جرقه خورد و ناراحت شدم تو دلم. یعنی منو با یک نفر مقایسه کرد، منو آورد 0 اونو برد 100، اینطوری بهتون بگم. و با خودم گفتم خب مهلا، تو مسئول ناراحت شدن خودتی، ناراحت نشو، برات مهم نباشه که این حرفو زد. ولی خب خیلی پیشرفت کردم تو این موضوع، یعنی اونقدرها هم منو ناراحت نکرد. یه ذره احساس کردم شاید آره واقعا درست میگه. ببینید حتی اگه شوخی هم به درست باشه، شما نباید قبول کنید حرف کسی رو. احساسی که تو وجودتونه باید غلبه کنه بر حرفای مردم. این قضیه خیلی مهمه. سعی کنید که از دوستای صمیمیتون جدا بشید. دوستای صمیمی یعنی چی؟ اون سری حرفای قلمبه سلمبه که برای دوستای صمیمی میزنن، حتما نباید دوستاتون اونجوری باشن که شما بذاریدشون کنار. دوست صمیمی یکی از ویژگی‌هاش اینه که با شوخی و خنده تو رو مسخره میکنه، تو رو کوچیک میکنه جلو جمع. شاید تو اونجا بخندی ولی بعدش به حرفش که فکر کنی
یادت میاد و میگی آره شاید راست میگه و اعتماد به نفست میاد پایین، دیگه خودتو دوست نداری و هزاران اتفاق و فکرهای عجیب و اشتباه و غلط میاد تو ذهنت. حتی شده به معنای تنها شدن، هیچ دوستی نداشته باش، بهتر از اینه که دوستای صمیمی دور و برت داشته باشی. تا ویدیو بعد میام بهتون میگم که ماجرای دوستیم چی شد، آیا باهاشون قطع ارتباط کردم نکردم. میبینمتون. بای.